من خودم بله. معلم گپ این خیل وای شد. من خودم تیار کردم. نه حجتش خودم تیار کردم. چه؟ автобиографияш нақс. автобиографияш нақс. камбудӣ надорад. орфографияш ҳам хуб аст. каллиграфияш ҳам зебо. фотография дорад. не манем. фотографияш нағз аст. автобиографияш ҳам нағз аст. орфографияш ҳам хеле аҷоиб. каллиграфияш ҳам зебо. яке маъқул нашуд. намешад мегуфт. географияш маъқул нашуд маълим. худатон агар аз пай ин кор нашавед лабай комиссия кай ҳамин рӯз чанд кас маълим илтимос мекунам шумо метавонед она як ду-се дақиқа вақтшона гиред ки ман то омадани амона баъзе камбудиҳо аст амона ислоҳ кунам. баъзе камбудиҳои хурдакак аст амона то шумо як ду-се дақиқа вақтшона гиред як ним соат барин ёки як соат барин бохубтар то омадани онҳо ман ҳамин баъзе камбудиҳо ислоҳ ва ё биромадан. خوب تشکر معلم. بعد صحبت میکنین نباشه معلم. خوب عذر خوب خیر. السلام علیکم معلم. سلام. ممکن معلم؟ معلم من تورایو. من گویدا. خب چی میگویی؟ معلم از سنگکزاده کشت کو. کیا کشت؟ گپ در این که معلم همون سرودی فرموداتون همش تیار شد برای بستان. وای گاری کنکورسی گفته بودید که معلم دیگه سنگکزاده همین دو پایش درک موزه جو کرده میگه کی نخون گفتم باشن نخون. وای سنگکزاده آدمی با سواد. وای دو اینستیتوت خواندگی آدمه. یک اینستیتوت من پارسال تمام کرد دیگرش 10 سال پیش. همین سنگکزاده؟ بله. چه معلم باید و سرود تماما یک تو میدونی چی؟ تو که آزر منو گرنگ نکن. سرفهم میرود و یک بهای درست میگیرد. تو آزر منو گرنگ نکن. من آزر خودم سری کلابه میگم چیکار کردم من نمیدونم. تو از پای کارت شو بعد یک دو-سه هفته بیاد صحبت میگم. آزر کمیسه میاد. من بعضی حجت تاخیر کردم در کار. تو بالای نامده باز بسری من کی چیگم. بعد دیر میشه. دیر شود. های دیر شد. دیر برادر من کارو تاخیرم بعد هم میشه. هم راشته صحبت میکنیم. خلال نرسون برادر رو. مات بی سرود در جاش معلم. آهنگش هم معلم کجا رو؟ تاجیکی میفهمی؟ تاجیکی میفهمی؟ میفهمم برده بده. برادر رو بعد صحبت میکنیم. بعد 2-3 هفته بیا. رو. برات گپ میزند. معلم میبخشید آخر زحمت صرف شدی. معلم. معلم. وای سنگکزاده معلم خیلی تلفن کرده گوید که متنش در جایش آهنگ همش درست زحمت صرف شده است. من کارم بود کنم بعد بیا صحبت بکنیم. یک خیریتی؟ من نمیفهمم معلم. سنگکزاده دو پایه در این مت درست معلم. آهنگش هم یک هفته خودتون گفته بودید که معلم خیلی کنکورسی برای بستان. خیلی معلم من باور دارم شما گوش کنید همین سرود شما معقول میشه. خانم معلم تو چی میخوای؟ خانم نه تو چی میخوای؟ شما اگر گوش کنید معلم سرود شما معقول میشه. من باور سرود سرودی که من تیار کردم خودتون گفته بودید برای بستان سه خودتون گفته بودید که معلم تازه آدمی شلقی بودید خان تازه من کارو میبرم. من کجا میروی؟ من وقت ندارم همه از خواندنگه. و بیتون چیکار میشه معلم؟ تو حافظ می؟ حافظ معلم حافظ. تو حافظ می؟ حافظ معلم؟ حافظ باشید تراشه قجم میخونی. خواندنگه. چی کردی معلم؟ تراشه قجم. خان. رای دور و دراز تا پگاهی خوانده نشین. یک مصرع از اولش خون یک مصرع از آخرش. وقتم نیست منم.
باید چی خیلی بشود؟ نقض میشد. خانم علی حالم نخوندی. میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. جان گوید مالی جان نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت. بارک الله. انا اکنون اوکا بس که وقتی که گریم در فراقت همچو ابری نبهار فریادم وادی هجران گلزار خواهم کرد و رفت. خب میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. سرودت از سرت ماند. باز از سرش خانم یک مرتبه چل ماله چی میخونی تو؟ یگید؟ غیری کنکورسی ماله یپ. من تو با چی گفتم؟ من تو را گفتم که یک مصرع از اولش خون، یک مصرع از آخرش. این عربای شلق کجا کشاله کرده برده ایستاده ای؟ چرا رو با من؟ تو من چی خواندنت میفهمی؟ میفهمم معلم خدا چی میخونی تو؟ غیری کنکورسی نه تو با معنای شعر خواندگیت صرفا میروی. برای بستان داخل برده بداشت سه. تو چی خواندی حاضر؟ تو خواندگی میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. تو خودت کی؟ نه تو خودت کی؟ برای چی نصف شبی آمده آدمای خواب از خوابشان بیدار میکنه؟ هم آدمای خوابا برده بداشت. یا توبه او خودش گفت کو؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. گفتگی کی بود؟ سرود بردی بداخل. نه ما تو کی؟ چه کی؟ تو دکای نصف شبی آمده آدمای از خوابش بیدار میکنی با این نه. تو چی؟ بردی بداخل کدام آدم؟ تو چی دمکان می تو؟ چه دام کن؟ او باش می تو؟ چه باش بردی؟ مان آدما خواب روند کدام آدم؟ دم گیرن. بردی بداخل من نمیفهمم کدام آدم آخه. میروم امشب تو را بیدار خواهم. خیر روی رفتن گیر چهار طرفت قبله. قبله بردی بداخل. شان میرفت است و باید همه بیدار شوند بود است. کدام هم بردی بداخل من با امید آمدم که شما سرودی من این متن سرود است آخه بردی بداخل نگو. تو سرود خوان آدمای بیدار نکن. بیرون نکردی. میروم و خودت گفتی کو؟ چه گفتم بردی بداخل. میروم امشب تو را از خواب بیدار. گوش کنید بردی بداخل. شما منو درست فهمید بردی بداخل آخه این سرود خودتون فرموده بودید غیر کنکورسی برای بستان. نه آدم که از خوابش بیدار کردی سه. او بیدار کردی گپت گوی بد رو. کدام گفتم کدام آدم چخل بیدار بردی بداخل من نمیفهمم. برای چی باید آدم از خوابش بیدار کردی و گپت نگفتی و برآمده رفتی؟ یک بی انصافی وای از کار آمدگی وای زنکی بیچاره وای مانده شده که شاید وای در کار وای دوست می نکار کرده باشد باز وای خانه می بیاد شوی رفت و رب وای خوراک پسی وای پسری خوردکک دارد شوهری کپا کلان دارد وای کودکش خوراک میتید شوهرش شیر میتید بالای این تو آمده بالای سری وای با میروم امشب تو را
بیدار خواهم کرد و رفت. چیه شما در نظر دارید؟ بردی بدوخش کدام شب هست؟ چیکار کنید؟ توی در نظر دارم توی. من با امید پیش شما اومدم بردی بدوخش از دستی سنگ. من نقض میدونم. من نقض میدونم. چیکار؟ آخه گپت باشد روز بیا. چیکار روزانه ها؟ در کیم کجا ها غیب میزنی؟ خوب دم میگیری راحت میکنی و بعد شب کشود ها؟ کرش پرکا بریم بعد با شکار میبرید. من نقض میدونم که برای چون همون شب تو آمدی و گپت نگفتی و دوم خواده کردی. کدام شب چیکار گپ؟ چون که آمدی دیدی شعر خواندی که دیدی که شوهرش در خانه گریختی. من بردی بدوخش. من میفهمم. کدام شب چیه؟ من میفهمم. بردی بدوخش. من درست فهمید شما بردی. این هم گربه. این هم گربه. گربه لیکن آخه یک تای دیگرش میخوند هی گل بردن گل بلبل بردن گل هی گل بردن گل بلبل بردن گل این گل کجا مانم در حولی. میرزا گل میدونی کی؟ کدام میرزا گل؟ هم خریول مگزین؟ حکایتی مگزین. دیرکتوری باغ مدنیت. ما بردی بدوخش. در باغ مدنیت بود و شده است ما یک بیخ گل داریم ها؟ آوای کنده میبرید آدمای باغ آمدگی چیه بوی میکشن؟ الله توی بوی میکشن یا کی منو؟ من نمیفهمم بردی بدوخش. شما چیه در نظر دارید؟ این با من چی تو در عمرت یگان بار یگان بیخ گل شنوندگی می؟ یگان درخت علف شنوندگی می؟ بلایا ما مرده مردم تشویقات میکنیم. سبودنیک تشکیل میکنیم. از کرستیک پنیدلنیک فتارنیک سردا شتلیر پیاتنیسا شستنیسا تشکیل میکنیم. زمین میکنیم شدگار میکنیم گل بشنانیم. دو تا حافظی دایی دوباره آمده گلهای شناندگی ما کنده این طرف میبرن. بردی بدوخش اینجا سرودی خلقی است که گل اینجا گل بردن یعنی که عروس بردن در نظر دارد بردن. بعد گلهای شنانده ما کاردار نشو. شما چی میخواید چی رو در نظر دارید؟ من یک تای دیگرش میخورد با من دادن جامی به قراری با من دادن جامی به قراری هزاره هرچی درستش بردی بدوخش. چی قدر تو هزاره میگی چی؟ تو اکو مایه سنجیدنی که ماتماتیک میدونیم یا نه؟ ماتماتیک اینجا به چی دارد؟ داخل کی نداشته باشد شب روز شد. چه شب روز شد؟ هیچ که هزاری تو 2000 شود. آخه شرط است که تمام 3 بار هزاری گویی. یک بار 3000 گویی. جانی تیم خلاص جانی منم خلاص. بردی بدوخش. چیکار 3000 اینجا وزن است کافی است غزل کلاسیکی است بردی بدوخش اینجا شعر است. من نمیفهمم که تو در کدام عصر زندگی میکنی؟ در کدام عصر نمیدونم. در کدام عصر زندگی کردنش نمیدونم. در عصر 20 عصر پروگرس تکنیکی کائنات هر روز کشتی‌های کیهانی میپرن. عصر سرعت EBM تلویزیونی PTO KBN انتر نکنید انتر میدونی چی؟ انتر چی؟ نمیدونم. انتر نمیداند. گالسون دارد انتر نمیداند. موی سری علاقاس میزند انتر نمیداند. بردی بدوخش. انتر شرمنده انتر این انتر دینه در مجلس کامیجرایه بودم. ما روزه چی از صحنه برآمده انتر تستر و زودتر عملی. او شخصی در پهلویم نشسته پینک میرفتم او اکا بیدار شوید مردک انتر میگود. انترش چی باشد؟ و گفت انتر این نمیدونم.
اکا انتر چی؟ انتر نمیدونم. انتر چی نمیدونم. انتر نمیدونم. انتر. معروضه چی انتر. میدونی؟ برده بداخیش. انتر. شکست ندانست. خودی معروضه چی میدونی؟ نمیدونم بعدی معروضه فهمیدم که انتر چی بود است. چی بود است برده بداخیش؟ آه. نه. خرچی بود است برده بداخیش. انتر نمیدونه. خب مالش. انتر این شکلی دوره دارد. انتر؟ انتر انتر برده بداخیش. انتر انتر بیا انتر با رحمت برده بداخیش. ما نه از انتر اومدیم. بعد هم مجلس همه انتر برفتن فهمیدن که انتر عجیب بود است. برده بداخیش. من نمیفهمم یا شما شوخی میکنید یا گربه. لیکن برده بداخیش غزلی که من خوندم برده بداخیش من آخر از خودم فکر کردم نخوندم که برده بداخیش وای مال شاعر است انیقرا شاعره برده بداخیش وای غزلی زیبونیسا است. کدام زبونیسا؟ چه کدام؟ همین زبونیسای خودمون شاعر است زیبونیسا. رستم و برده بداخیش چه رستم با اینجا با چه دخل داره؟ چه چی دخل دارد؟ زبونیسا رستم و تمام دنیا میداند وای کمانکش وای میزند بدنگی هل بدنگی برده بداخیش شاعر است زیبونیسا. رستم و وای چمپیون که وای دنیای بلرزه آورد. برده بداخیش شعری مخفی آخر. چه؟ همین شعری خواندگیت مخفی بود می؟ شعری مخفی برده بداخیش. بچه او شعر مخفی باشد برای چی تو شعری مخفی از صحنه برده میخونی؟ بداخیش شعر مخفی نه شعر از اونی زبونیسا تخلص شاعریش مخفی آخر نخواد همین رو ندارید برده بداخیش کتاب های چاپ شده حالا همین زبونیسا کلیچکه مخفی گرفت اسمت. برده بداخیش شاعر از زبونیسا تخلص بودا شاعر زبونیسا رستم و مخفی اونا برده بداخیش چی خیلی شاعر از زبونیسا همه وای غزلاش هم میدونن وای شعبایتی همه میدونن که وای میخواد من نمیفهم برده بداخیش زیب و زینت بس همینم نامی من رستم و همه میدونند وای پرس من همه میدونند. شاعر است کلاسیکه برده بداخیش. نه نمیفهم. از شعری کلاسیکه درست گفتی؟ وای همشهریم همه خیلی شعری کلاسیکه برده بداخیش. وای خونه‌شون اون طرفی جو بود خونه ما این طرفی جو. شاعر از زبونیسا با تخلص مخفی از کلاسیک شاعری کلاسیکی خانه و کتاب‌ها چینده ماندگی بیا من یک دوسیه چطور میگم. وای سنگرزاده چی گفت؟ چی گفت سنگرزاده؟ سنگرزاده نخوان میگوید برده بداخیش. شعر همشهری من نخوانگو سنگرزاده یا؟ سنگرزاده تو میخوانی؟ کی تو؟ سنگرزاده این تو می؟ حتی تو چوبه باید شعر نخوان گفتی؟ شعر رستم و باید چرا گفته غمزه کن؟ زبونیسا مخفی اونا بچه تو سواد صدقه اینستیتوت شو کجا خوندگی تو؟ با فکرم باز یک 4 این اینستیتوت که خونده تمام کنی هم نمیفهمی ها؟ باید کاردار نشم باید شعر مخفی نه تو خودت مخفی باید شعری وای زبونیسا وای همشهری من خوند کاردار نشو من کاردار نشو گفتم که من خون نگیرد. خب شد نه تو زیب نشو جیان
آوازت بد نی طاقت کردن ممکن تشکر معلم. من بعد چرا من بعد شعری که تیار کردی پیش هر کس پر نخونده راست پیش خودم بیا اول زیر معناش معین میکنیم شاعر چی میخواهد تو چی میخواهی من چی میخواهم تماشابین چی میخواهد اینا انیق کردن نکن انا بعد از صحنه برآمده که میخوانید گمرس میزند بالای سرود چه خیلی میشد انا خیلی میشد باوری دارم که همین گفتگی من اگر رعایت کنی و همین شعر سرود تیار کنی از جان جوری با یک آواز 10 خال میکنم تو بعد همه راست پسی کارا چه بارک الله راو غرق نکنید تشکر معلم.